دوستای عزیز سلام، وقتتان بخیر. ما ولید سیرت هستم. به گزارش امروزی ما بسیار زیاد خوش آمدین. بسیار تشکر از اینکه همیشه ما را حمایت میکنین، برنامه‌های ما را میبینین. امروز با ادامه گزارش‌های ما آمدیم به منطقه زیبای پل سرخ، یکی از زیباترین منطقه‌های شهر کابل. دوستای عزیز، این سرک طرف کارت 4 و سرک دارلمان میره. سرک این طرف هم طرف دیبوری و این سرک هم طرف دیبوری میره. دیگه دوستای عزیز، انشالله که گزارش امروز براتون گزارش جالب تمام شوه و ما کوشش میکنیم که بهترین گزارش باشه. بین که همراه دوستا صحبت کنیم. دوستای عزیز، در اول گزارش پیش دو تا دخترک بسیار قشنگ و مقبول ما را گفتن که همراهتان صحبت میکنیم. بیاین که همراهشان یک صحبت کنیم. سلام، خوبی؟ بخیری؟ اینجا استاده شو. سلام، چطور هستی؟ خوب است. بخیر هستی؟ بله. کدامتان کلان هستی؟ اسنا. اسنا جان کلان است؟ خیلی اول از اسنا جان یک معرفی میگیریم. اسنا جان خودت بر دوستا یک معرفی کن. My name is Usna. My father name is Allah Muhammad. My student name is Maktab Khususi Al-Hamalan. بسیار خوب، ماشاءالله بسیار خوب. انگلیسی هم صحبت میکنه. انگلیسی صحبت کردی نه؟ بله. انگلیسی را از کجا یاد گرفتی اسنا جان؟ ای مکتب. از مکتب. ماشاءالله بسیار عالی. حتما زحمت کشیدی و بسیار خوب انگلیسی نام خدا صحبت میکنی. صنف چند مکتب است اسنا جان؟ صنف 3. خب سنا جان خودت چطور هستی؟ خوب است. خوب هستی؟ بله. خودت هم یک معرفی کو دوستا را خودت بر دوستا. مستر سنا، پدر مستر الله محمد، مکتب الهاملم. نامت چی گفتی؟ سنا. سنا جان نام صنف چندی مکتب است؟ چند نمره است؟ اول نمره است، صنف 2. خب بسیار خوب. درسایت میخونی؟ بله. در زیاد میخونی؟ بسیار خوب. بر ما شعر میخونی؟ شعر بلد هستی؟ بله. بخون خیلی یک شعر بر ما. بسم الله الرحمن الرحیم. علم، چشم ما از علم روشن می شود، کار ما از علم گلشن می شود. مکتب ما جای علم و دانش است، کتاب ما جای چیه؟ مکتب ما جای قشنگ، کتاب ما رنگ برنگ. جوچه مکتب ما پر از گلاب، داخل مکتب ما پر از قشنگ است. بسیار خوش شدیم که همراه شما صحبت کردیم. تشکر میکنم. سلامت باشین. برین بخیر برین. شما جانم. دوستای عزیز، اسنا جان و سنا جان دو تا دخترک که بسیار با استعداد و خوب. بین که همراه دوستای دیگه هم صحبت کنیم. اینجا دوستا هستن. بین که یک صحبت کنیم. سلام برادر. خوب هستی؟ جان جور است؟ زنده باشش. بخیر هستی؟ شکر مگذره. امروز یک چکر پل سرخ آمدی. امروز یک ذره بیکار بودیم، روز جمعه ما آمدیم یک چکر طرف پل سرخ ببینیم چی وضعیت است. خب بسیار خوب. خانه کجاست؟ خانه ما خود چنداول است، سینمای پامیر مربوط نای اول میشه. امروز بیکار بودیم، گفتیم روز جمعه ما یک چکر بریم پل سرخ ببینیم که چیزا تازه جور شده چی تازه جور نشده. پل سرخ نام خدا جای چکر است. پل سرخ و کارت 4 و طرفا یکی از جدیدترین خبرها همی است که نام خدا ساختمان‌های بسیار خوب و شیک در اینجا در حال جور شدن است. سرک‌های نام خدا بسیار مقبول هم داره و یک جای خوبه برای چکر انتخاب کردیم امروز. همون گپ از دیگه افغانستان در حال پیشرفت است. ان شاء الله گفته بعد از هم بتیم میشه که چیز پیشرفت کنیم.
بله انشالله میشه دست به دست هم. بله انشالله میشن مردم با هم گفته آنانه دست به دست. مصروف چی کار و بار هستی؟ فعلا ما در هتل کار میکنیم. امروز جمعه است، بیکاری کردیم، گفتیم چکر بریم ببینیم آب و هوای شهر که چی وضعیت داره. بسیار خوب. امروز روز جمعه دیگر رخصتی. نامتون بر ما نگفتی؟ نامم جاوید است، تخلص ملهام است. خب جاوید جان در هتل کار میکنین. باز کارهای هتل خوب است در این وقت؟ خوب است دیگه و وضعیت هوا یک ذره خوب شود، گفته آنانه کارام خوب میشه. فعلا یک ذره هوا سرد است. خب بسیار خوب، بسیار عالی. بیاین مقصد روز و روزگار بخیر و بخوبی بگذره. بخیر باشید. تشکر. سلامت باشین. بیاین دوستای عزیز، ماشاءالله هموطنا در اینجا رفت آمد میکنن. چیز کم و بیشتر امروی بعضی دوستای دیگه هم صحبت کنیم. دوستای عزیز، یکی از دوستان در اینجا مصروف فکر کنم کدام عکس هم خودشان رسامی کردن. سلام، خوبی؟ سلام علیکم. بخیر هستی؟ بخیر. جان جور است؟ صدمند است. یک معرفی خود کوتاه بر دوستان نامت بر ما بگو. نام شعیب است. خب مصروف چی کاروبار است صاحب جان؟ من خودم به خانه میارم. خب بسیار خوب. ایره می بیادر. راستی نقاشی را خودت کشیدی؟ نه ایره بیادرکم کشیدم. بیادرک نقاش هست. نمیه. خب بسیار خوب. تصویر از کی است؟ ای از بالا خاتون است. بالا خاتون. فیلم عثمان. بسیار خوب. چقدر وقت سرریاضی زحمت کشیده تا اینکه را تمام کنه؟ سرازی دیگه یک 3 روز 4 روز کشیدم. 3 روز 4 روز. باز ایره بر فروش میمونین یا که همونطور؟ دیگه به فروش است دیگه. چند از قیمتی از این؟ قیمت از این دیگه یک 700 800. یک 700 800. خب دیگه باز چیزی آثار هنری دارین یا تنها همی بالا خاتون است؟ نه دیگه هم است. دیگه هم است؟ دیگه هم است همیال فعلا؟ میشه ببینیمش یا که؟ دوستا ببینیم که دیگه چی تصویرهایی کشیدن. نام خدا خیلی از هنر بالا کار گرفته شده. رنگای بسیار خوبی هم در استفاده شده. دیگه تصویرهایشان ببینیم. اینیش دیگه رنگ سیاه سفید است. چی هستی در این تصویر؟ دندشکک پایین مفته دیگهش کمکش کرده تا نجاتش بده. بسیار عالی، خیلی قشنگی. دوستای بالا بگی میفته و این گندشکک دیگه نجاتش میتنه. بسیار یک پیام خوب داره. دیگه نقاشی ها رو ببینیم. زیاد آثار داریم، خود متاسفانه کراچی بسته است دیگه، اگر نه بند میکنیم اینجا. بسیار خوب. فرمایش تا بالا چیزی فروختین یا نه؟ ما اینجا هم مفروشیم، هم فرمایش میگیریم، عکس میارم. این عکس فرمایشی است. چی شده اینا را باز هر کس فرمایش میته بردان. بله، این فرمایشی است، همینجا کار میکنیم دیگه. قیمتی از این چند است؟ کدام؟ یه 700 برتن. 700 افغانی. کار دست از دیگه، زحمت کشیدی سر از یک 2 روز زحمت کشیده. 2 روز باز ارزان از 2 روز حتما خیلی زحمت کشیدی سر. کار دست از زحمت خود داره. جز نقاشی دیگه مصروفی چی کاروبار است؟ مسئول این کراچی است، انرژی مفروشیم در پالیش دیگه، نقاشی میکنیم، یگان فرمایش میگیریم. بسیار خوب. دوستا دیگه بسیار نقاشی های خوب است. اگر بین خریداری کنین بسیار خوب. فعلا یک چند تا دیگه شون ببینیم. ایره حتما دوستا فرمایش دادن. ایره باز برشان تسلیم کردین یا نه؟ تا فعلا نامده دیگه، بیاین چیز باز پیسه پیشکی براتون پرداخت میگیریم حتما دیگه. پیش چند میگیرین پیش پرداخت باز؟ خب 300 میگیریم، چون رنگا و ورق چیزا میگیریم دیگه، باز دیگه شم میتونن وقتی که رسما تسلیم کردیم. بله. بسیار خوب. دیگرایش نبینیم که عکس یگان تا از خواهراست، باز شخصی است، خوب نیست. خب تشکر از خودت. تشکر است. انشالله موفق باشین. بسیار ادامه بتین انشالله که آینده خوبی داره. خیر بینید، سلامت باشین. قربانت. چیز پیامی داشته باشین برای هموطنان عزیز؟ پیام خاص ندارم، همین است که کوشش کنن، زحمت بکشن و هر چیزی که خوش دارن
انجام بتن میتونن موفق شن و هیچ چیز ناممکن نیست. پشتر تاریکی یک روشنی هست و این مشکلات همش حل میشه. خب هم یک چیزی که آرزو دارن باید تلاش کنن چون آرزوی خودم دارن. چقدر درس خواندین؟ من مکتب خلاص کردیم، فارغ صنف 12 هستم. تقریبا 7 سال 8 سال میشه دمی هنر رو آوردیم. دمی خیابان هنر را یاد گرفتیم. کجا؟ دمی خیابان کار میکردم، دمی خیابان نقاشی کردیم، فرمایش گرفتیم دیگه. تقریبا 7 سال میشه مصروف هستیم. بسیار خوب. چهره رو بسیار نام خدا منظم میکشین. یک قسم چی واری باز میشه؟ تو مثل عکس معلوم نمیشه. خود چون کار پنسل است، کار دست است دیگه. ارزشی از او هم کده بلند. بله یاد دیگه کار دست است هنر است. فعلا اگر بر ما یک تا شروع کنین از کجا شروع میکنین؟ اگر چهره کار کنیم خود چون چشمش به خاطر اندازه‌گیری از چشم میشه، از چشم شروع میکنیم. اگر دیگه چیزا باشه نظر به هم مدل ما میبینیم که چی است باز کار میکنیم. حالا فعلا اگر ما بخوایم بکشیم بعد همراه شما بریم در داخل دکان. نه من خودم روی سرک دمیجا کار میکنم. عکس نمیشه کار میکنین؟ باز همونطور 2 روز ما اینجا باشیم نه خود عکس رای میکنن، باز از روی عکس ما کار میکنم. باز روی عکس میگیرین. خب رای میکنن برشان کار میکنم. خب بسیار خوب. خیلی یکی را باز شروع کنین. حتما چرا نما در خدمت. تشکر زیاد. سلامت باشین، بخیر باشین، سلامت باشین. دوستای عزیز، نام خدا هموطنای ما، دوستای ما بسیار استعدادهای خوبی دارن، هنرهای خوب دارن. ببینین که مثلا اگر ازمی جوان حمایت شوه چه یک رسمای خوب میکشه. در کشورهای خارجی مثلا اگر ما ببینیم به خاطر هر تصویر تقریبا چندین هزار دلار خرج میشه، مصرف میشه و یک تصویر برشان رسامی میکنن، یک آثار هنری را برشان جور میکنن. انشالله که وطن ما امروزی در این سطح و در این اندازه برسه. بیاین که امروز دوستای دیگه هم صحبت کنیم، باز بخیر گزارش تمام میکنیم. دوستای عزیز، در وسط پل سرخ و کارت 4 هستیم. اینجا یکی از فروشگاه‌های بسیار بزرگ منطقه پل سرخ آمدیم. بیاین ببینیم که چی محصولات دارن. امروز مسئولینشان صحبت میکنیم. سلام برادر، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ مصروف چی کار هستین؟ مصروف فروشندگی هستیم اینجا. مصروف فروشندگی؟ بله. سوپرمارکت از خودتون؟ نه کارمند هستیم. سوپرمارکت نه، فروشگاه است. فروشگاه کوچک. بله. بله. نامت بر ما بگین؟ محمد حنیف هستیم از پروان. محمد حنیف از ولایت پروان. چی چیزا را دارین در مارکتتون؟ چی محصولات است؟ محصولات ما دیگه لالای گلم از مکمل بخش نوزاد است. لوازم طفلانه است، موترک‌های برقی است، لباس، بازیچه، بخش بهداشت، همین چی وسایل است. بازار کارت 4 چطور است به این کارتان؟ بازار خدا را شکر خوب است دیگه. از ما کس چیزی نیست که مثلا مجبوری باشه. این چیزایی از شوقی است مکمل. کسایی که پیسه اضافه میکنه با سینما تو میخره. در غیر از این دیگه سینما کس تو نمیخره. خب فروشندای شوقی خوب هستن یا مجبوری؟ فروشنده شوقی خوب است دیگه. مجبور هستی که اونجا صدا کنی، داد بزنی، چی کنی. و هم اینجا کس بهتر از استاده است یا خودش میاد که تشک بای میکنی تمام میشه. مردمایی که در این منطقه زندگی میکنن باز فکر کنم علاقمندی هم دارن. علاقمندی دارن آنجا. بله. بین یک داخل هم ببینیم. دوستا اینجا موتر که برای تقریبا 3 ساله 4 ساله این موتر دیگه با حساب و چیز بگوی تا 10 ساله کودک جای میشه. در هیچ باز در حساب وزن بگوی این موتر ما تا 130 کیلو وزن میبره. امی موتر؟ این موتر این موتر تا 130 کیلو وزن میبره دیگه. 4 موتور است. بعضی موتورها چیزای ما موتر ما که 2 موتور است دیگه. داریم موتر زیاد داریم. 130 کیلو وزن. 130 کیلو وزن میبره. بازی تو کودکای ما هستن 130 کیلو وزن. کودک 130 کیلو نیست. به حساب چیزی ما بگویم ما 130 کیلو را گارانتی به این میتیم که یعنی اگه مثلا 4 تا 5 تا طفلی هم که در بین از این میشینه راحت جایشه، نیاز به این نباشه گلک خراب میشه، نشین موتور جام میکنه. این چیزا نیست. یعنی یک چیزی بسیار مستحکم است دیگه. مستحکم است جان. با خیال راحت میتونن که ایرا خریداری کنن. بخی خاطر جمع جانا. بله بسیار خوب. ایرا باز سرکم یگان تو فقط لالا گلم دایش او نره بس دیگه لای گل سرک خامه پخته برش فرق نمیکنه. مثل موتر یا دی کار موتر و دیوار کار میته. فقط یگانه مشکل عزیز که زود او نرسه. برش او که رسید بازی بسیار مشکلات داره. بله. دیگه چی محصولات دارین که هموطنا زیاد خوش میکنن خریداری میکنن؟
دیگه این بخش ما که از مکمل تا آخر موترهای برقی و موتورسیکل‌های برقی است. اینی طرف ما که از بایسکل‌های 3 تایره سایز 12 داریم تا سایز 20. دیگه از این به او سپای روک از گازهای برقی است، تخت خواب است، وسایل بهداشت است، بازیچه اطفال است، لباس است، هر چیزی که شما می‌خواین ببینیم و بفرمایید. دنیای کودک است. دنیای کودک. یک دنیای کودک واسه چیز است که لالا در پایین به نام دنیای کودک است. خب یعنی اینجا که از به نام فروشگاه فرشته‌های کوچک، یعنی بر گپ خودت دنیای کودک میشه، ولی باز یک در پایین جور شده به نام دنیای کودک، باز جنسا فرق میکنه. خب نمیشه مثلا اینا بگوییم دنیای بزرگسالان، چون تمام چیزایی که در اینجا موجود است مربوطی اطفال میشه. جانا. بله بسیار خوب. قیمتی از اینا باز چند است؟ قیمت از این لالای گلم 17000 میبرد. 17000؟ قیمت از این 17000 است دیگه. رقم است لالای گلم. خب بسیار خوب. دوستای عزیز اگر خواستین باز میتونین که در این منطقه بین از دوست ما خریداری کنین. ما در خدمت هستیم. تشکر از شما. سلامت باشید. بخیر باشید. دوستای عزیز آمدیم در پیش یکی از دوستای جا مصروف فروش گل هستند. ببینیم که چه قسم گلا دارن، چه قسم آماده میسازن. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستی؟ جانتان جور است؟ سلامت هستین ان شاء الله؟ بخیر باشید. یک خود نامتون بر ما بگین. اسم حیات است. باشنده هم کابل دیگه. باشنده کابل هستین؟ همینجا زندگی میکنین؟ همینجا زندگی میکنم. بله. خب مصروف گل فروشی هستین؟ بله. یک معلومات بر ما در مورد کارتان بتین، چطور است کار گل فروشی؟ خوب است لالا. ای گلا دیگه گفته دیگه فصلش دیگه نیست که از ایران میاد دیگه. هم یک ماباد یا یک نیم ماباد باز از افغانستان اون گلای وطنی باز میرسه برای ما. بسیار خوب. اینا تازه هستن؟ اینا تازه است. بله یا. بسیار خوب. من فکر کردم ساختگی هستن. نی تازه است لالا. او افرنگ است، سرخ گلاب است نه؟ بله دوستان نام خدا بسیار گلای مقبول است. من حتی فکر کردم که این گلا ساختگی هستن، مگم گلای وطنی هستن و طبیعی هستن. خب یک معرفی کنم این گلا را استاد بر ما ببینیم چطور هستن. میگه لالا یا مرسل برش میگه و هم گلای افرنگ برش میگه و هم گلای بانجانی، گلابی، گل سفید. بازی گلای سفید از وطن است. باز اینا را ایرانی است. هموطنای ما بیشتر کدامش خوش اون میکنن؟ دیگه همین گل سرخ، گل مرسل خوش میکنن. بله یگان تا مثلا توفه بتین گل یگان چیزی توفه زیاد حالا من مرسل میبرن دیگه گل سرخ. بله بسیار خوب. بازارای گل در شبانه روز چطور است؟ خوب است حالا بعد گفتنی نیست دیگه. خوب است. خب بسیار خوب. از پاکستان میارین گفتین؟ نه ای از ایران میه. از ایران بند است حالا دیگه. چرا در وطن خود ما فعلا گل نمیشه؟ وطن دیگه حالا نو رسیده دیگه. یک ماباد برای ما میرسه دیگه گلای وطنی. گلای وطنی چون فعلا تا هنوز هوا مقدر گرم نشده نه؟ گرم نشه نه دیگه. گلام نمیرسه دیگه. هوا گرم شوه باز گلای وطنی باز زیاد میاد دیگه. بله باز دیگه ایرانی باز نمیاد. ایرانی هوای گرم است دیگه، تا اینجا برسه خراب میشه. بسیار خوب، بسیار عالی. موفق باشین. زنده باشی لاغر. تشکر از شما. بخیر باشین. زنده باشین. دوستای اینمی گل فروشی ها یکی از جای است که اینمی منطقه پل سرخ نام خدا خیلی در مقبولیش افزوده و این منطقه را زیبا ساخته. ببین که امروز دوستای دیگه هم صحبت کنیم. امروز شما یک معرفی میشیم با صحبت کنیم ان شاء الله. اسم من محمد زاکر، باشنده کارتیس است. خب بسیار کاکا زاکر مصروف چی کاروبار هستین؟ من در یک شرکت کار میکنم. شرکت دواست. با فعلا دیگه همونجا هستیم. شرکت دوا. خانه کجاست؟ باز زمین نزدیکاست یا دمی کوچه 11 هستیم. کوچه 11 پیش است نه؟ کارتیس بله. از همین چهارراه پل سرخ یک ذره پیش بریم دیگه. کوچه از اینجا حساب میشه یک دو سه تا 14 15 کوچه داره. بسیار خوب، بسیار عالی. چطور است اوضاع منطقه پل سرخ به نظر شما؟ والا نسبتا خوب است. با نگاه امنیت خوب است. امنیت است اما کم ذره بیروزگاری است مردم. خانه شخصی است؟ نه خیر، خانه از رئیس ماست، ما اونجا میشیم. بسیار خوب. کرا چیز نمیتین دیگه؟ خیر نه. بسیار خوب. همین کرام نباشه، همین کرا خودش یک جنجال بسیار کلان از نمی شرایط. بله بالخصوص با یک نفرم نمیشه. در مجموع اگر کلگی خوب شود همین شهرنشینا که شهر میشینن کلشان بیکرا باشن هنوز خوبتر. بله. بسیار عالی. بسیار تشکر از شما. تشکر است. روز خوبی داشته باشین. سلامت باشین.
دوستای عزیز سلام، خوب هستین؟ صحت خوب است؟ بخیر باشه. من خودم براتون میگیرم. چی خبر است؟ 4 و 5. نامت بر ما بگوین. اسمم شاهنظر از ولایت بغلان. از ولایت بغلان. خانه کابل است یا بغلان زندگی؟ بغلان زندگی میکنم. بغلان است؟ کابل حتما جای دوستا آمدین، چکر آمدین؟ هم در کار میکنم، کاروبار میکنم، کراچیوانی میکنم، کراچی بنجاره داره. در این منطقه؟ هم در منطقه. کاروبار چطور است؟ شکر است خوب است، یک روز است یک روز نیست. چی است کاروبارت؟ بنجاره است. بنجاره. خوب، بسیار خوب. امروز جمعه است دیگه، حتما دیگه روزا باز فروش ها خوب است. یا خدا بزرگ است. خصوصا در منطقه کارتچار باز کار بنجاره و مثلا سیمساری و چیزا خوبتر است. درست است نه؟ درست است. چیز پیام گفتنی باشه. نه بخیر باشه در خدمت. بخیر برین، روز خوب داشته باشه. دوستای عزیز بسیار زیاد تشکر از اینکه بیننده برنامه ما بودین. انشالله که داشته های برنامه ما لذت برده باشین. تا یک برنامه دیگه، خداوند نگهدار تمام ما و شما.